کال آف دیوتی بازی کردین؟ من که خیلی دوست دارم این بازیو. کسایی که این بازی‌ها رو دوست دارن، کلا فرست پرسن شوتر گیم‌ها رو دوست دارن، اینو میدونن هر چی سریعتر هدفتو پیدا کنی، هدفگیری درست بکنی و شوت کنی، قاعدتا بازیکن بهتری میشی. بیشتر برمیگرده به اینکه تو چقدر سریعتر عکس العمل نشون میدی. مسلما اگر شما بتونین سرعت این عکس العمل نشون دادنتون پایین‌تر بیارین و سریعتر شوت کنین، کمتر کسی حریفتون میشه. حالا تصور بکن یه چیزی به دستت وصل بشه، یا یه ابزاری فیزیکی به دستت متصل بکنی که این ابزار بتونه دست تو رو کنترل کنه و طرف تو شوت کنه. موضوع فقط این نیست، موضوع نیست که تشخیصش رو هم برات بتونه انجام بده. به صفحه نگاه کنه، هدف رو تشخیص بده و دست تو رو طوری حرکت بده که دقیقاً موس رو جای قرار بگیره که باید شوت کنی و شوت رو هم انجام بده. اگه این سرعت مثلا به 10 تا 20 میلی سکند برسه، کی حریفتون میشه دیگه؟ من در مورد یه چیزی که قراره تو آینده اتفاق بیفته صحبت نمی‌کنم. این موضوع رو یه نفر تو خونه انجام داده. خیلی جالبه. حالا ویدیوشو با هم دیگه نگاه کنیم. All right, I know what you guys are thinking. This guy's definitely cheating. But I'm not. See, let's just say, hypothetically speaking, I wanted to get a high score in this mode in Aim Labs. 244,000, that's like more than double what I did. Which I would definitely be able to do unless, hypothetically, I got an eye infection, had blurry vision. Just gotta fix my eye infection, man. Now, one might go get some eye drops to cure the eye infection, except the eye drops were $250. Seems like a scam to me. I don't want to do that. Still hypothetically speaking, of course. I just want to replace my eye on my own. That means this isn't cheating. This is just an anti-scammer eye replacement exoskeleton device. This feels... Oh my God! Dude, I'm getting up there. So fun. Focus up. This is the one. Oh my goodness! No way! No way! No way! What? دیدین؟ یه چیز به این سادگی توی خونه با 3D پرینتر، ابزار ساده، یه سری سیم و سیم کشی و البته یه مغز خیلی قوی، چیزی درست کرده که تونسته این کار رو دستش انجام بده. قسمتش خنده داره که وقتی داره سعی میکنه شوت کنه، به خاطر اون شوک الکتریکی که به دستش وارد میشه دستش درد میگیره و داد میزنه. این تیکش راستش من دوست ندارم. اما هدفم از گفتن این چیه؟ وقتی که یه همچین چیزی به این سادگی تو خونه اتفاق میفته، تصور بکنین مدل‌های ادوانسدش رو. چیزی که ما در آینده خواهیم دید ابزاری هستند که به مغز ما مستقیم وصل میشن. میدونین الان اسم شرکتش خاطرم نیست، ایلون ماسک، یکی از شرکتاش کاری که داره انجام میده همینه، کنترل کردن چیزها توسط مغز. یعنی شما چیپستی رو بتونین به نوعی به مغزتون متصل بکنین و ارتباط از طریق اون دقیقات الکترونیکی به کامپیوتر شما، به ای آی و چیزهای دیگه وصل بشه. یعنی شما بدون حرکت دادن دست و پا، بدون اینکه نیاز باشه اصلا عکس العمل فیزیکی داشته باشین، صرفا فرمان رو از مغزتون به اون دستگاه خاص انتقال بدین و هر کاری لازمه انجام بدین. این میتونه خیلی چیز به در بخوری باشه. به جای اینکه برق دستتون رو بگیره و این ورتون کنه تا بتونین شلیک کنین، از مغزتون سیگنال به دست و پاتون انتقال پیدا بکنه و اون کاری که باید انجام بشه. اما وقتی ما در مورد موضوع اوگمنتیشن، وقتی ما در مورد چیزایی که میشه به بدن ما وصل بشن، از ما فرمان بگیرن و در کاری به ما کمک بکنن صحبت میکنیم، این امکان خیلی توسعه پیدا میکنه و خیلی جاها به درد میخوره. ما به عنوان یک انسان یه سری دقیقاً ابزار خیلی محدودی داریم. مغزمون خیلی خوب کار میکنه ولی ابزار خیلی محدودی داریم. مثلا چشممون رو در نظر بگیریم، فقط روی سرمون 2 تا چشم داریم، پشت سرمون رو نمیبینیم و دامنه دیدمون هم دامنه محدودیه. اگر ما میتونستیم پشت سرمون رو ببینیم و در آن واحد برای چیزی که داره اتفاق میفته عکس العمل نشون بدیم، خیلی از اتفاقایی که برامون میافتاد
که ما رو توی برامون میفته که ما رو تو خطر قرار میده، اون اتفاقات دیگه خطرناک نیستن. چرا؟ چون عکس العمل لازم رو میتونیم سریع نشون بدیم. ما اگه یه ماشینی داره سریع به سمت ما میاد و ممکنه بهمون بخوره ببینیمش، مطمئنا عکس العمل نشون میدیم، سعی میکنیم خودمون رو نجات بدیم. نمیگم همیشه نجات پیدا میکنیم، ولی شانس اینو داریم که خودمون رو نجات بدیم. حالا اگه پشت سرمون هم میدیدیم میشد این اتفاق بیفته. قطعا وقتی داریم کاری انجام میدیم، لامسه ما به ما یه سری اطلاعات میده. اگه ما داریم به یه چیزی دست میزنیم، تا ما که دست نزدیم نمیدونیم گرمه، سرده، سمیه، چیه. حالا تصور بکنین ما چیزی داشته باشیم که بتونیم این رو تشخیص بدیم. قاعدتا خیلی اتفاقایی که برای دستمون مثلا میفته، اگه باش چیزی تماس پیدا بکنه، اون اتفاقا دیگه نمیفته. منظور من اینه که اگر AI کنار ما قرار بگیره و اون سنسورهایی که لازمه هم ما بتونیم به صورت پوشش به بدنمون اضافه بکنیم، مثلا چه میدونم کلاهی سرمون بذاریم که دوربین دیگه‌ای کنارها و پشت سر داشته باشه و اون تحلیل لازمه تصویری توی هوش مصنوعی که با ما همراهی میکنه اتفاق بیفته. بعد هر جایی که میریم اون تصمیمی که لازمه از طریق اون هوش مصنوعی انجام بشه. اگه چیز خطرناکی هست به مغز ما انتقال بده. چه میدونم مثلا توی جایی کار میکنیم که باید بار خیلی سنگینی رو جابجا کنیم. خب ما هممون یه توانی داریم، بعضیا قوی تریم، بعضیا نه. یه جایی کار میکنیم که باید بار جابجا بکنیم. اگر یه چیزی بتونه به بدن ما وصل بشه که به عضلات ما کمک رسانی بکنه که ما بتونیم مقدار بار سنگین تری رو جابجا بکنیم، خب خیلی به درد میخوره. اما این هماهنگی چطور اتفاق بیفته که بدن ما این قدرت رو پیدا بکنه؟ بدنمون در حقیقت قدرت رو پیدا نمیکنه. انگار عضلات اضافه‌ای یا ربات پوشیدنی رو تنمون بکنیم که بفهمه ما داریم چیکار میکنیم و اون جایی که نیازه با یه قدرت بیشتری به ما کمک بکنه این کارو برامون انجام بده. تمام اینا چیزایی هستن که ما رو به یک سمت زندگی ادوانس‌تر، به سمت امنیت بیشتر، به سمت اینکه زندگی رو راحت تر داشته باشیم میتونن پیش ببرن. حالا کار ندارم به اینکه میتونه مدلای خیلی خطرناکی از این چیزا هم درست بشه که یک انسان رو تبدیل به یک سوپر هیومن کنه. حالا سوپر هیومن خوب باشه که میشه سوپر هیرو، میتونم یه سوپر هیومن بد بشه که با امکاناتی که داره کارهای بدی انجام بده. اگر شما چاقو رو دسته کسی بدین که بخواد بعد ازش استفاده کنه، بعد ازش استفاده میکنه و خطرناک میشه. تصور کردن این که آیا چه تأثیری توی زندگی آینده ما میذاره، یعنی اگه فقط ذهنتون رو باز بذارین و بهش فکر بکنین، خیلی چیزا میتونه اتفاق بیفته. یعنی یه دنیای بسیار عجیبی پیش رو داریم که با ترکیب شدن ربات‌ها و هوش مصنوعی در کنارش و اضافه شدن یه سری سنسور و چیزای دیگه که میتونه اون اطلاعات لازم رو بهش بده، در کنار اینترنت و دنیای اطلاعات که میدونین امروز خیلی رشد کرده، میتونه همه چیز رو تغییر بزرگی بده. مطمئنم که ربات‌های جدیدی که الان خصوصا دیگه آخرین سریش توی چین بود که اینقدر حرکاتشون طبیعی بود، این رباتایی که داشتن نمایش می‌ذاشتن اینقدر حرکاتشون طبیعی بود که خیلی فکر کردن انسان داخلشه و بعد با برش دادن بدنش که نشون دادن اینکه چیز داخلش نیست، اینو اثبات کردن که این حرکات اینقدر طبیعی شده. البته من در مورد اون مدل ایرانیش که باعث آبروریزی شد صحبت نمی‌کنم. منظور من مدل چینیشه که اینقدر طبیعی بود. مطمئنم ایرانم یه روزی به همچین حدی میرسه. متاسفانه فعلا به جای اینکه اصل کار رو انجام بدیم داریم اداشو در میاریم. ربات هایی که به اون شکل درست شدن برای این طراحی شدن که بتونن تو محیطی که ما زندگی میکنیم همراه ما زندگی کنن. بحث سر دقیقاً اینه که ما توی محیطمون همه چیز پیرامون خودمون رو طوری طراحی کردیم که برای ما مناسب باشه. پس به جای اینکه ربات هایی رو درست بکنیم که به جای 4 تا پا داشته باشن و 6 تا پا داشته باشن، بهتره جوری باشن که ما هستیم، پس بتونن تو محیطی که ما زندگی میکنیم کنار ما بهمون کمک بدن. دلیل این که بیشتر ربات هایی که طراحی میشن شکل انسان درست میشن همینه، برای اینکه بتونن تو محیطی که ما زندگی میکنیم و برای ما طراحی شده کنار ما زندگی کنن، اما در کنارش هوش بیشتر داشته باشن، دسترسی به اطلاعات داشته باشن، کارهای ما رو تماشا کنن و یاد بگیرن و از طرف دیگه زورشون هم بیشتر بشه. اگر توی نقطه‌ای نیازه که یه چیزی رو جابجا بکنیم، به جای اینکه ما این کار رو انجام بدیم و به خودمون فشار بدیم، ربات برامون انجامش بده. تمام این اتفاقایی که داره میفته در کنار هم زندگی ما رو تغییر بزرگی میده و مطمئنم که اگر به صورت مثبت بهش نگاه کنیم و ازش مثبت استفاده کنیم، میتونه برامون جالب و به درد بخور بشه. برمیگردم پیشتون.